در گستره تاریخ پرفراز و نشیب ایران نامه‌هایی درخشیدند که لرزه بر اندام قدرتمندترین امپراتوری‌ها انداختند. یکی از این نام‌ها سورنا است، سردار بزرگ اشکانی، مردی از تبار پهلوانان که با هوش نظامی بی‌بدیل و شجاعت کم نظیرش کابوس روم شد. او تنها یک فرمانده نبود، بلکه تجسم نبوغ نظامی و غیرت ایرانی در دوران خود بود. سورنا از خاندان سورن بود، یکی از 7 خاندان بزرگ و مقتدر پارتی که نقش حیاتی در اداره و حفظ امپراتوری اشکانی داشتند. این خاندان دارای امتیازات ویژه‌ای بود، از جمله حضور در مراسم تاجگذاری پادشاهان اشکانی و فرماندهی سپاه در جنگ‌ها. سورنا به واسطه جایگاه خانوادگی و توانایی‌های فردی‌اش به مقام فرمانده کل قوای ایران یا همون سپهبد رسید و پس از شاه قدرتمندترین مرد کشور به شمار می‌رفت. او نه تنها یک جنگاور زبده، بلکه سیاستمداری هوشمند و فردی با نفوذ عمیق در ساختار قدرت بود. یکی از نخستین و مهمترین دستاوردهای سورنا نقش محوری او در به قدرت رساندن لرد دوم اشکانی بود. پس از دوره از بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی بر سر جانشینی، سورنا با حمایت و نبوغ نظامی خود توانست لرد دوم را بر تخت سلطنت بنشاند و آرامش را به امپراتوری بازگرداند. ثبات داخلی پیش شرط هر پیروزی خارجی بود و سورنا با این اقدام زمین ساز شکوفایی دوباره اشکانیان شد. این نشان می‌دهد که او تنها به جنگ فکر نمی‌کرد، بلکه آینده سیاسی و امنیت کشور برایش در اولویت بود. اما اوج درخشش سورنا در سال 53 پیش از میلاد و در نبرد هران رقم خورد. در این نبرد سپاه قدرتمند روم به فرماندهی مارکوس لیستنیویس کراسوس، یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین مردان روم، با 40,000 سرباز مغرورانه به قلب ایران یورش آورد. اما سورنا با تنها 10,000 نفر با استفاده از تاکتیک‌های نظامی نوین و برتر پارتی، از جمله تیراندازان کماندار سواره، به طور مداوم تیرباران می‌کردند و سوار نظام زره‌پوش سنگین کاتافراک، اگه اشتباه نکنم، ارتش شکست ناپذیر روم را به زانو درآورد. نبرد هران نه تنها یک پیروزی نظامی بود، بلکه یک فاجعه بزرگ برای روم و یک حماسه ملی برای ایران شد. کراسوس و پسرش در این نبرد کشته شدند و عقاب‌های لژیون‌های رومی به غنیمت ایرانیان درآمدند. سورنا با این پیروزی مرزهای شرقی امپراتوری روم را برای همیشه تغییر داد و نامش را به عنوان کابوس فاتحان رومی در تاریخ ثبت کرد. سورنا سردار بزرگ اشکانی با وجود عمر کوتاهش نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین نابغه‌های نظامی تاریخ ثبت کرد. او نه تنها ایران را از بحران داخلی نجات داد، بلکه با شکست تحقیرآمیز روم اقتدار ایران را در جهان تثبیت کرد. میراث او تنها در پیروزی‌های نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه نمادی از شجاعت، تدبیر و هوش ایرانی است که در سخت‌ترین نبردها راه پیروزی را گشود. یاد او برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند.